روزتان بخیر بینندگان ارجمند، شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 21 می دعوت میکنیم. این برنامه با زحمت همکاران در شهر پراگ و تاجیکستان تهیه شده است. حالا شما را با موضوعات اساسی آن شناس میکنیم. 5 روزی ماتم عمومی در ایران از مراسم ویدو با پرزیدنت ابراهیم رئیسی در شهر تبریز شروع شد. در سیل‌های اخیر و زیادشوی آب دریاهای یخسو و سرخاب در ناحیه‌های بلجوان و خاولینگ، مومن‌آباد و واسه 10 منزل ضرر دیده است. بارانی از معیار زیاد بارید و سیل‌های از معیار زیاد هم به ناحیه واسه با چی دریای یخسو و چی به دریای سرخاب شسته گذشت. آوازخوان منیژه سنگین خودی در میان بیگانه ها و بیگانه در میان خودی ها از فشار و محدودیت ها در روسیه و ترانه نوش خبر داد. این آهنگ رو برای آن نوشتم که خود رو فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. یک روز بعد یافتن جسد پرزیدنت ابراهیم رئیسی و همراهانش در ایران، روز سه‌شنبه هزاران نفر برای ویدو با آنها به کوچه های شهری تبریز برآمدند. مقامات جمهوری اسلامی گفتند تابوت‌ها را تا 2 روز دیگر به قم، تهران و مشهد خواهند رساند. مراسم دفن پرزیدنت به 23 می تعیین شده است. در این باره کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. تابوت ابراهیم رئیسی و 7 همراهش در شهر تبریز. هزاران نفر برای ویدا با آنها به کوچه ها برآمدند. این تابوت ها را از تبریز به قم و سپس تهران و مشهد خواهند برد، جایی که روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری در نظر است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 8 ایران روز 19 می هنگام برگشتن از مرز آذربایجان در نتیجه افتادن چرخبال جان باخت. او 63 سال داشت. شخصی که محافظه‌کار تندرو بود و طرفدارانش خدمتگار مردم می‌دانستند، ولی مخالفانش قصاب تهران نام می‌بردند. همراه او در چرخبال حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران و 6 نفر دیگر بودند. همه آنها نیز جان باختند. پاره‌های چرخبال و جسدها را روز 20 می در یکی از جنگلزار ولایت آذربایجان شرقی یافتند. گروهی از مردم که خود را جبردیده رژیم جمهوری اسلامی و به خصوص حکومت رئیسی می‌دانند، آتش‌پرانی و ابراز شادمانی کردند. حالا محمد مخبر رئیس جمهوری موقت ایران شده است و تا این دم معاون اول ابراهیم رئیسی بود. بر پایه قانون اساسی ایران در 50 روز آینده انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که به قول بعضی از تحلیلگران دیگرگونی‌های بزرگی در ایران نخواهد آورد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان آگاه کرد که 22 می خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و ریگ و یرچ وجود دارد. حالا مردم در فرخار و واسه، حصار و وحدت و دیگر منطقه‌ها با عاقبت‌های سیل 18 می دست به گریبانند. این موضوع دیروز در جلسه با حضور پرزیدنت بررسی شده است. در واسه 6 ساکنی دهه گلدره که می‌خواستند هیزم جمع‌آوری کنند، در نتیجه بالا رفتن سطح آب یخسو در بین دریا ماندند. عملیات نجاتی آنها 6 ساعت دوام کرده است. همکارم محمود جان رحمتزاده به یک دهه آسیب دیده واسه رفت. دهه چارباغ ناحیه واسه را سیل زد. زیاده از 60 منزل آسیب دید. منزل هایی که از تاثیر سیل ضرر دیدن معین کرد، شمارش رو معین کرد که به 61 عدد رسید. از این 61 عدد یک منزل زیست پورا، 3 منزل زیست قسمان، 19 منزل زیست انشاءات های یاری رسوند و باقی مانده در قطعه های نزد حولگی لای و سنگ یعنی تاثیرش رسوند. این در حالی است که 2 ماه به این سود در اینجا ساحل بندی دوام داشت. مقامات میگویند باران زیاد سبب آبخیزی گشت. روز 18 طبق پیشگویی باد و هواشناسی در بلندکوه‌های بلجوان، خاولینگ و مومن‌آباد بارانی از معیار زیاد بارید و سیل‌های از معیار زیاد هم به ناحیه واسه با چی دریای یخسو و چی به دریای سرخاب شسته گذشت که شسته‌شوی صداهای محافظتی هم در دریای یخسو و هم در دریای سرخاب دیده شد. حالا دیده می شود مقامات رخنه را بسته ساحل را مستحکم می کنند. مقامات میگویند ساکنانی که از سیل ضرر دیده اند در مکانهای خطرزا خانه ساخته اند.
بیشترشان هم در پشت دوربین نیز اقرار شدند که آنها هیچ سندی در دست ندارند. میدونم حجت نداره، просто میوید درآمد خیلی ضرر دیده چکوکن نمیپسند. از حدود ناحیه واسه دو دریای بزرگ یخسو و سرخاب میگذرند. هر سال مقامات با صدها هزار سامانی ساحل آن را مستحکم میکنند، اما سالهاست نتوانستند پیش راه بنیاد منزل را در محلهای خطرناک بگیرند. حالا تنها شکر آن میکنند که تلفات جانی رخ نداده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه واسه. و وقتی هوا مساعد است در ولایت ختلان برخی باغپروران به شیناندن نهال‌های خارجی پرداختند که زود بزرگ میشوند و حاصل میدهند و دیر میپایند. نوهای تهجوی میوه به مثل شفتالو و سیب و زردالو به قول دهقانان اگرچند شیرین و بالذت‌تر هستند، اما بنابر نبود شرایط نگهداری زود ویران میشوند. گزارش را در این باره همکارم محمد وفا رضازاده تقدیم میکند. چه حاصل دارد؟ مظفر خوجا قلوف باغداری با سابقه از ناحیه کوشانیان حدود 3 هکتار باغ دارد. مظفر خوجا سالهای پیش درختان بومی را پرورش میکرد و میوه زیاد میگرفت، ولی نمیتوانست حاصل را به فروش رساند. به گفته او میوه های محلی شیرین و آبدار هستند ولی زود خراب میشوند. این نهال های شفتالو 1 ساله هستند، ولی برخلاف درختان محلی در سال اول میوه میدهند. این باغدار طی 2 سال اخیر درخت‌های وارداتی از امریکا و اروپا را پرورش میکند و این میگوید این درختان ثمر زیاد میدهند و بازارگیر هستند. اولا که همون نمودهای هرخیله بود و مقصد که تجربه نداشتند دهقانا، امروز از روی تجربه کاری سالهای اخیر نمودهای گرفت. همچون من شفتالو تا بازار میبردیم آب میشد. امروز این نمود میکسرین، یعنی هم مقصد که همه کار بانکه میکنی یا اینکه بازار میبری. اکثری باغداران در جنوب تاجیکستان که پرورش درختان وارداتی و خارجی را در باغهای محلی به راه ماندند، امیدوارند که فراتر از همه در روسیه بازاری خود را پیدا کنند. خالدار علی سعیدوف، یک ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی، در 9 هکتار باغش درختان بومی را پرورش میکند و میخواهد در آینده درختانی را پرورش کند که ثمری بیشتر میدهند. اویلاوی کار میکنیم، اما خودمون خانه را پیوند کرده، آلی کار داریم، سیب کار داریم، انار کار داریم، بادام کار داریم. همین بسیار باشد 2.5-3 ساله درخت همه خیلی خوشرو بسته است و خیلی آموختیم. نصیب باشه رفته زمینای خودمون هم حرکت میکنیم، با این طرف میگذاریم. اینجا بیش از 170 باغداری وادی وخش در یک دوره آموزشی شیوه های باغداری نو را میآموزند. مسئولان طرح آمریکایی آذوقه برای آینده انواع گوناگون درختانی را که به اقلیم تاجیکستان تاباورند و حاصل خوب میدهند و باغداران معرفی میکنند. منیژه سنگین، آوازخوان تاجیک تبار شهروند روسیه، مهمه ترانه نوش را به زبان انگلیسی معرفی کرد. مقامات و نجات پرستان روس او را برای موقع ضد جنگش تحریم و از حق تشکیل کنسرت محروم کردند. صحیفه های منیژه در شبکه‌های اجتماعی برای حمایتش از تاجیکان در واقعه‌های کروکوس با حمله های اینترنتی روبرو شد. همکارم کایمر سیاتا میگوید ترانه نو را منیژه یک امید برای آینده بهتر نامیده است. And even if your hands are tied, no one can shut your mind. Even if your hands are tied. منیژه ماهی می ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. آن به زبان انگلیسی است. منیژه برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت‌ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه‌های هنر در روسیه محروم گردید. It means a lot, when you are living under this.
این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتان را گویا از دست می‌دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه‌کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم؟ مهم است که این را فراموش نکنیم. منیژه 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یورویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس مورد حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. پیش از جنگ من سیمای برندهای زیاده بودم. درست به خاطر تحریم و شناسنامه روسیه هم آنها همکاری را با من بس کردند، اگرچند میدانند که من موقع ضد جنگی دارم. این هم یک درد علاوه شد، چون که من نمیفهمم که چرا مردم ما را برای شهروندی امان بها میدهند. این عادلانه نیست. منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند. آرزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمیتوانم. من ابله نیستم. میفهمم که این کار از دست من نمی آید، ولی من میتوانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دل صاف و پر از امید پشت سر کنند. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک است که در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید. در حج امساله تسبیح نوی را در بین زائران تقسیم میکنند که گفته می شود انگیزنده های بیماری را میکشد و امکان نمیدهد باکتریاهای خطرناک از دست به دست بگذرد. تسبیح را در داخل هواپیما یا در خود مکه به زائران خواهند داد تا که ذکر و نیایششان به خطر باشد. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. تسبیح گردانی و خواندن حمد و ثنا بر آفریدگار. اگر گویند تسبیح میتواند خطرناک باشد شاید باور نکنید، ولی همین گونه بوده است. خطرش هم موجود بودن انگل و یا باکتری های بیماری های سیرتی در 33 مهره آن. برای همین گروه از دانشمندان تسبیح ساختند که انگیزنده های بیماری را میکشد. راه طبیعی بهداشت استفاده از اسپریت است که یک معیار شده است. هر نوع محلول‌های بی‌ضررسازی را بگیرید، در آن اسپریت استفاده کردند. با نظرداشت جنبه مذهبی مسئله ما نمی‌توانیم اسپریت را به کار بریم. ما فکر کردیم که از چه راه مسئله را حل کنیم. با تحقیق زیاد به خلاصه آمدیم از بوته چای استفاده کنیم که یک ترکیب طبیعی بهداشتی است. خاصیت چای این است که باکتریا و قارچ را می‌کشد و برای صحت انسان هم مفید است. تزریق چای به مهره تسبیح کاری سخت‌تر است، ولی شرکت‌های دیف لابس و ایتا دیزاین راهش را یافتند و مهره ها را طوری ساختند که نرم است و خاصیت ضد باکتریاش را تا پایان مراسم حج نگه می‌دارد. طبیبان این نوع تسبیح را راه برای امن نگه داشتن زائران از بیماری‌های سیرتی می‌دانند. حج یکی از بزرگترین گرد همایی آدمان در جهان است. طبیعتاً وقتی مردم از تمام گوشه های سیاره جمع می آیند، عین زمان با خود بیماری های زیاده می آورند. مقامات کاری واقعاً خوب می کنند که همه چی را پاک نگه می دارند، ولی همیشه خطر سرایت ویروس و باکتریا و دیگر بیماری های گذرنده به مردم وجود دارد. با وجود این طبیبان میگویند زائران باید توصیه‌های عادی را رعایت کنند، یعنی دستانشان را درست بشویند و قبل از سفر به هر جا واکسین‌های لازمی را بگیرند. بینندگان عزیز، برنامه ما در همینجا به آخر میرسد. تشکر که با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و نکلاسنیکی وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما بنویسید. شماره تلفن های ما در صحیفه هایمان در شبکه های اجتماعی دسترس است. خدا نگهبان شما.